دو دعواشون هم میگرفتن برای او هم جبر کنم بیچاره را. مادر بیچاره هم همین قرض همین مردم بتم. حبیب الله سلیمانوف ای شما احترامانه خواهش میکنم یک بار دیگر مرا دستگیری کنیم. با مردنم راضیم، فقط میترسم که جنازم نمیکنن چی جواب میگم در نزد خداوند. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر پول در این زمان بالاتر از قدری کس است. قرضدار و قدر و قیمت کمتر از خار و خس است. فخردین از بیقدری خود می نالی بدان، قدر ما را گر خدا داند اگر بر ما بس است. اولا السلام علیکم مردم تاجیکستانی دست بخیر. مردمی که امروز ما را به طریق همین نوار تماشا دارین. یک بار دیگر باز مجبور شدم. ما گفتم که همین قرضم بود شود. انشالله ما با همه وقت اومده در همون وطن عزیز برای همه شما خدمت‌های شما رو به جا میارم و گفتم که کسانی که مبلغ میگذارن، کسانی که ما خیر میکنن و تا حال کسی که خیر کرد همیشه ما خدمت او را میکنیم، هیچ وقت فراموش نمیکنیم و نویسن که ما اینا خدمت کردیم و همیشه میدونم که این مبلغی که شما میپرتوین برای قرض من میرود. شخصا برای خیش تبارم، همین را برای خیش تبارم گفتم، هم خیش تبارای پدری هم مادری کدام اگر خدمت کردگی باشم. اولا ای همت بخشش میپرسم، ای همت، ای خیش تبارا، ای رفیقا و دوستا از اهل هنر، ای همه مردم تاجیکستان، ای همه شما، ای همسایه ها، از هم سینفون و هم کورسام، ای همه شما با بخشش میپرسم. شخصا ای مادری بیچارم، از مادری غمدارم که ما وقت را غم دادیم، غم دارش کردیم. پروردگاری مهربانم همیشه از درگاه خواهان آنم که مردم وطن ما را، اولاد ما را، اهل اویله ما را، همه مردم مسلمان تاجیکستان در پناه خدا نگهبان باش. در ماه مبارک ماه شریف رمضان خدای مهربان کسی که برای ما خیر میکند خیراشون به درگاه قبول گردان. الله اکبر. و دو برکت تو هم شخصیتی که کتاب قرآن برای ما با زبان تاجیکی میخونه و گوش میکنم قصه ها را. خداوند هر کس میدونه که هدایت کنه که پیغمبری ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خطون میدونه که همه مشکلایی که در سر او اومدگی گوش میکنم و میگم که مشکلای ما هیچ چیز است، اما قرض دارم. حدیثا را گوش میکنم، قرضداری را خداوند نمیبخشد، از آدم گناهکار دیگر را هم نمیبخشند، پروردگار هم نمیبخشد. میترسم که جنازم نمیکنن. مجبور شدم برآمدم که برای 2 دیرم در زمان پیغمبرمون حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که او بنده خدا را جنازه نکرده، پیغمبرمون حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و کسی که بهوته گرفته گفته که من قرض میتم 2 درهم، من خودم حیران میشم که این مبلغی که مونده است من چقدر میتم. که سالی که من نوار کردم مرا دستگیری کردین، همه شما من میند دارم. با شما گفته استم من خیش تبارای عزیز، خیش تبارای پدر و مادریم، همسایه های عزیز، هم کورسا و هم سینفا، دوستام، رفیقام، کسانی که من هنرمند و کدامی تا که من در بر شما بودم همیشه برای شما خدمت میکردم. خدای مهربان خودش شاهد است. از سال 98 که هنرمندی کردیم با اهل گروهمون، با گروه عرب شو، با 12 نفر بودیم، شمسیدین مظفر، ظفر، شخصا سعدی جان خدا شفای کاملش بده و هم بیمار بود، سنگ مراد، اکای نسلا همونایی که در گروه ما بودن که بعد از او با دوست مراد و کامل سنت منیجه ای اومدن در گروه ما. من شما هم خواهش میکنم اگر بتونین دستگیری کنید، چون که ما ای سال 98 خدمت همه شما رو کردگیم، همه میدون. حتی تئاتر استودیوی دوشنبه بدیم، تئاتر استودیوی پنجکیم بدیم، اکتیارو بدیم، تئاتر بدی، تئاتر استودیوی پنجکین تا ما خدمت چکردگیم. ما شما ما احترامانه خواهش میکنم یک سمیختون نگذارین. من چند سال ما در همه جا نمیتونم، راه بستن، نمیتونم که چیکار کنم. اقلا یک حجت کرده بتونم که ما یک پیش کارم گشوده شود که همین جبردیدو اگر دعواشون میگیرتن همین کاری ما بود میشید، انشالله ما خدمتای شما را میکردم. شما اقلا کدام صاحب کاری هستین، همین نواری ما را گوش کنین، همین ما در شما قرض بتین. میگن ما مبلغ ترانسپورتیم، بیاد در همین مغازین ما کار میکنی، در دهقانی ما کار میکنی، چی کارخانه چی وای کار دارین، در خونه ما کار میکنی، همین کار میکنیم و مبلغای تر همونجا حد زدن میگیریم. اگر بخوین نه که بسیارتون هستین که میدونم دستگیری میکنین. شخصا برای شما همسایه که
شما ثروتمند هستین، خداوند با دچند برکت نموده همون زمانهایی را به یاد بیارین. محترم حاجی سلیمانوف حبیب الله، من بخشش میپرسم مرا ببخشین. وقتی که در خانه شما بودم از صنف 8 9 10 مادر شما در همونجا من خدمت میکردم، فقط خدمت مادر را میکردم که در اون زمانا تنها بودن. همه شما فرزندان در کار بودین، در دوشنبه بودین، کجا بودین، ایره شما خودتون میدونین. خدا شاهد است که من همیشه در پلوی او بودم که همه وقت رحمتی مومم خالای خوسگل میگفت که فخرین ایشالا من میگم بچه‌م دستگیری میکنه. شخصا حبیب الله را میگم حاجی را که تر پیشروی کارت خوب شود، تا زندگیت خوب شود. حتی شیندم که گفته بود که میگم که وقتی در دوشنبه که دانشجو شدیم من میگم که تدم یک خونه بگیرم به تنگ تام در اونجا زندگی. خداوند فرزندام عمر دراز پر برکت بده و اونها را خدا جان دولت زیاد بده و همیشه او صاحب خونه شوند. ما از صاحب خونه هم نه دنیا را میمونیم میریم مهنتی حلال میکنیم عذاب میکشیم، نه که میخوایم که همین قرض ما تستت پرداخت شود. من از مرگ نمیترسم چون که از خداوند آمدیم، بازگشت ما به سوی خداوند. اما قرضداری هنوزه من نمیکنن، از همیش میترسم. در وقت پیغمبرمون حضرت محمد صلی الله علیه و سلام او شخصیتی که قرضدار ده او را جنازه‌اش نخونده، برای 2 دیرم کسی که بهوده گفته که من 2 دیرم میتم، بعد پیغمبر مفتاز دودیز گفته ها انا اکنون گفته مردش نکشید. همین قصه را گوش کردم، از همین میترسم که جنازه‌ام نمیکنن. دوستان عزیز، همه مردم مسلمانی دست بخیر، مردم تاجیکستان گپ بسیار نمیکنم. خیش تبارو دوستو همسایه های عزیز اگر خدمتم در کدام دستگی باشه، خیش تبارو رفیق و همکورسا بگه همکورسای پنجکنتی کسانی که باشین، شما اگر کسانی باشین هنرمندا که بعضیتون تو حال خدمت ما کردین هم برای فرزندم، من زورم دیگه نرسیسته. اگر همی جبردیدو سید امیر جان، مصطفی جان، اپای رخساره، دلشاد جان اگر همین دعواشون هم میگرفتن در این 3 سال، من انشالله یک جا کار میکردم، دعوا میکردم، میدادم. نمیدونم چی فکر کردیستن، چی وای میکنن که خیلی بسیارش فکر میکنن که بعضی ها نمیتن میگریزن میروان. اگر من میگریختم پولی شما را همون زمانی که جمع کردم مردم چی کرد که دیدین که من یک کارت موندم، همه در تحت نظارت بود، یا که خودم به طریق تلگرام میدیدم بتونیم بریم ببینین دوشنبه سیتی را نگاه کنن، همین چی را اگر همخوری کنن. من برای اورم جبر کردم، شخصا اول برای خودم جبر کردم. بیچاره را اگر در دلشون خداوند روزگی را جا کنن، خدا که نخواد نمیشه، نه که اگر خداوند خواد همش میشه. بعد ان شاء الله مادرم همین را میگه که بچم تا از سینی خوردیت هم خیلی زود باور بدی، باور میکردی، میخواستی همه را دستگیری کنی. خیلی چیزی شد که جز خدای تعالی کسی پاک نیست، بیگناه نیست. یکی همین خطاگی شد، همین گناه شد، همین فند فریم به غلط دیدیم و به همین روزا رسیدیم که تقدیر سرنوشتمون در دست خداوند. بدبخت میشیم یا خوشبخت میشیم خداوند تعالی خودش میدوند. ایره ما فقط خدا را زوره میکنیم که ما خوشبخت شیم. ما میخوایم که پیش رومون شده شه، ما میخوایم که آینده فرزندای ما عذاب نکشن، آینده اینا عذاب نکشن. فقط بگن که نمیت فرزندی انا فلانی، میخوام که حالی هم خوردم فرزندم تیستن همین کل من بوچه برم تربیه هم برم که همین دنیا او قدر خچم نمونده. در همه جا جنگ جنجال و نو تینجی تربیهشون بتم بگم که اینا بچم مهنتی حلال کنین. این هنری که من داشتم، این هنری مرا همیق آبرودار کرد، مرا قدر ما همیق بلند کرد. چیکار کنم دیگه؟ همیشه هم شکر بگم که به همین هنرم دستگیریم کردم، با دونستنم که همین هنرمنده خدمت بسیار کردگی بسیارش دستگیریم کردن. ایشمایتی رو من خواهش میکنم یک بار دیگر مرا دستگیری کنین که همین رمضان، همین ده رمضان ده چی میشه دوستانی عزیز، یک دستگیری کنین که همین جبردیدا دعواشون رو بگیرن. همین نزد خداوند قرضدار نریم. باورم کنین با مردنم راضیم، فقط میترسم که جنازم نمیکنه چی جواب میگم در نزد خداوند. اصلا حاجی حبیب الله سلیمانوف یک دستگیری کنین با برادرو اکای رحمت الله صدر دین، اگر بتونین همین قدی همه کسا یک دستگیری کنین مرا شما قرض من بتین که بگوی بیا همیجا کار که از همیجا من خد میزنم، همیشه من راضیم. چون که با مهنت حلال قطی میگه خداوند پگه باز میگه که
مهنت کرد کار کرد فقط قرض همین قرض دادن در کار. از شما خواهش میکنم در آخر دعا میکنم بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك و رفعنا لك ذکرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب آمین. اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عمن سواک. اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عمن سواک. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت الرؤوف الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. الله اکبر. یک بار دیگر مبارکی ماه شریف رمضان برای همه مردم مسلمانی تاجیک دست بخیر. برای همه شما خوش تبارک همسایه ها و یار و دوستا همه شما یک بار دیگر مبارک بادی میکنم. در همین دهه رمضان یک دستگیری کنید مرا از شما احترامانه خواهش میکنم. باقی در امان خداوند باشین. سلامت باشین. استاد میگوید هر شب زی خودت بپرس اگر تو مردی امروز چی خدمت بحری مردم کردی بحری وطنت کردی. همین حرکت کنیم مردکو از خواهرام هم بوقت نیم بعضی مردا بیشتر هستن. همین برادر فخردین دیروز نبورشون گذاشتم زیاده از یک سال شد ما صحبت میکنیم راستی گپ یه وقت دکومنتاشون میخواستن ساز کنن برادر کار بره کم کم کارو فعالیت کرده است لیکن قرضی کلان است با وقت مردم پایسیم شایستیم دستون پرسودیان الله خیرشون یک سال خیر لیکن بعضی مردم پیدا میشن تو دهمو گداگیت نمونده گفته مرده که ایزا میتیم داشت تو مرده مجبور نشد روی اکران نمیبرد فهمده. برای بیت همه کسی یک جا شویم اتفاق شویم همین مرده که چند خط داریم میتونیم کمک کنیم. برادری ما و شما است. مردم ازبکستان بینید دوار نیکشونه دپوتات کرده پیشواز گرفتن. این چیزا نشون میتید اتفاق بودنشونه. اینی ما این مرده که گدا گفته هر خیلی گپا زده استادن لیک خودشون یکم دستشون نمیرسه. خجب مقصد اقلا کمک کردن نمیتونید ضررتون نرسونه. وارکنه بعضی خواهرها از شما بیشتر و ولوتر هستن وارکه کمک کرده استادان بسیار خواهرها غیرتشون کلان است. وارکنه برای اوی مردک شدن در کور مرد تولید شده مرد زیسته مرد مردن این کاری مشکل است. برای اوی بیت تقاضا نکنیم غیبت نکنیم. این روز در سر هر کس اومدنش ممکن بیماری قصداری ملیسه به فرومدن این ما زسترخوان نیستیم سرخوان نیستیم. مقصد برای اوی بیت نخندیم غیبت نکنیم کمی هم باشد کمک برای برادر رسونیم. خدا خواهد این برادر از این حالت باید با برای ما و شما حرکت میکند که خودش نکند فرزنداش کمک کنند. با انشالله ما خدمتای شما را میکردم. شما اقلا کدام صاحب کاری هستین همین نواری ما را گوش کنین. همین ما در شما قرض بتین میگن ما مبلغ ترانسپورتیم بیاد در همین مغازین ما کار میکنی در دهقانی ما کار میکنی چی کارخانه چی و کار دارین در خونه ما کار میکنی همین کار میکنی ما مبلغای تر همون حد زدن میگیریم.